جلالت نواب استاد پروفسور برهان ربانی و همه دوستانی که در این سر دسترخوان دوستان و برادران خود نشسته ایم. سلام صمیمی تمام مردم شریف تاجیکستان و شما و مردم دوست و برادر افغان و پیش از همه و یکی از شخصیت‌های بزرگ سیاستمدار آسیا جلالت نواب پروفسور برهان ربانی پسندانی هستم و در شخصیت شما و همه هیئت راهبری کننده حکومت امروزی جمهوری اسلامی افغانستان و تمام مردم برادر افغان. این سفر دویمین ما به جمهوری برادری اسلامی افغانستان است. بسیار منتدار خدا بیان میکنیم برای چنین صمیمانه پیش آز گرفتن، چنین صمیمانه با قلب‌های نیک، نه اینکه در هیئت راهبری کننده، نه اینکه در این تالارهای زیبا منظر. حتی امروز ما شاهد آن بودیم که در خیابان‌های شهر قدیمی آسیا، شهر کابل، مردم شرفمند بزرگ کابل چگونه نسبت برادران خود مهمان نواز هستند. اینا ما از نزدیک حس کردیم و چنین آرزو نیت‌ها نسبت برادران خود مردم شریف تاجیکستان دارد. از خدای تعالی و از تمام حاضرین اون انتظار هستیم که آرزوی امید تمام مردم شریف تاجیکستان یک است: صلح و صلاح، تنجی آرامی، چی در تاجیکستان، چی در سرحدات با دوست و برادر و چی در جمهوری برادر خود دولت اسلامی افغانستان. این بسیار یک اهمیت مهم سیاسی در منطقه دارد. کاش که امروز وضعیت داخلی جمهوری برادری اسلامی افغانستان ما آرام می بود. کاش که امروز که وضعیت سرحدی بین دو کشور برادر ما آرام می بود و ما می توانستیم بواسطه رفت و آمد به جمهوری یکدیگر با برام می برآمدیم، رابطه های اقتصادی خود را مستحکم می کردیم، مناسبت های تجارتی که امروز آغاز یافتن اونا تحکیم وسیع می یافت. این کسی که خواهد نخواهد تاریخ گواه است. نه جناب رحمانوف و نه یک سیاستمدار دیگر این کار کرده نمیتواند که ملت تاجیک، مردم تاجیکستان هم خون، هم زبان، هم فرهنگ بودند، دوست و برادر بودند و مینون. این بسیارت فعال نیکی دیگر هم است که وقتی که من اظهار عقیده داشتم برای تنها خاطر صلح و صلاح، خاطر حفظ ملت خود و دولت تاجیکان و آخری با راهبریت حزب نهضت اسلام در کجایی که نباشد رازگی دادم و آخری کنیم و مناقشه های بین تاجیکان را با یکدیگر حل و فصل نماییم. تنها برای
خاطری نگاه داشتن، امین داشتن، از بین نرفتن ملت تاجیک و دولت تاجیک. این روز و ساعتم با رازگی خدای تعالی و این چنین با دستگیری جناب عالی که اونا اولین شده از راه برای بعد اظهارات من چنین یک اقدام نیک کردند و چنین اظهارات کردند که شهر کابل آماده است برای چنین ملاقات. ما نه که من و تمام مردم تاجیکستان از این خوشحال بودند. امروز ما مخالفین میگوییم، ما چیها نگفتیم، یکدیگر را سیاه میکردیم و امروز وقتی آن رسیده است که ما با مخالفین خود، با هموطنان خود، با برادران خود در سر یک میز چای می نوشیم، نان شکستیم، گفتگو داریم. اینم واقعی تاریخی است. اینم روزهای تاریخی با شرافت و تشبوسی جلالت مآب پروفسور برهان الدین ربانی است. ما گرچنده که نسبت به 30 سال فرقیتی آن باشد، در یک مدت کوتاه که در 2 سال آخر ناشناس هستیم، رفت آمد کردیم. من فکر میکنم که نه اینکه همچون به حیث رئیس جمهور تاجیکستان، نه اینکه به حیث رئیس جمهور برادری اسلامی افغانستان، ما اینکه همچون دوست و برادر یکدیگر را عزت و احترام میکنیم در کجایی که نباشد، در کدام لحظه هایی که نباشد. و این دوستی و برادری نیست کمک میکند برای رابطه های دو طرفه، مستحکم شدن مناسبت های دوستانه بین دو مردم با هم خون و هم فرهنگ و هم زبان. برای این واقعه بسیار نفرهای هستند که از راه های دور به اینجا آمدند با چگونه مشقت و عذاب ها، فقط به خاطر یک چیز که این واقعه با نتیجه خوب جنبش شد. و خدا اله و باوریم است که انشاءالله این واقعه تاریخی می شود. امروز من در شهر کابل در بعض خیابان ها بودم و از اون سفر به این سفر بسیار فرقیت های هست. در اون سفر وضعیت نه آنقدر آرام بود، لیکن شهر کابل نسبتاً زیباتر بود. و این سفر شهر کابل خیلی آرام است، خیلی و خیلی آرام است. خیابان ها شهر چگونه به خرابزار تبدیل یافته است. جنگ، تاریخ جنگ کدام گونه جنگی نباشد، تاریخاً در کدام دوره دولت دنیا سر نزده باشد، در کدام دوره هیچگاه خوشبختی نآورده است. و امروز باید به خود سوال کنیم، چنین بدبختی نیست در جمهوری ما بود و چنین خرابیزارها عاقبتش تا امروز در جمهوری تاجیکستان نیست مشاهده کرده میشه. و خود به خود سوال کنیم که این خرابیزارها را غیر مردمی افغان و غیر مردم خود تاجیکستان شخص پروای دارد و دولت برای این یا حصه گذار می شود. فقط مردم افغان اذیت میکشد، باز کوشش میکند که شهر کابل و مانند پیشتره از نو
گلستان شود، آباد شود. و این چنین مردم شریف تاجیکستان زحمت میکشد، عذاب میکشد و او خرابازارهایی که امروز هست با زحمت زیاد از نو بنیاد میکنند. با امید یگان کشور دولت دنیای جهان شدن در کار نیست. در بسیار برآمدهای خود گفتم و امروز هم میگویم نافهمی های زیاده بودند و امروز هم است. بسیار کشورهای دور و نزدیک، بسیاری های دشمن ملت تاجیک نمیخواهد که در دولت تاجیکستان و مخصوصا در سرحدات تاجیکستان و افغانستان تنجی و آرامی باشد. این را ما باید هیچگاه فراموش نکنیم و مخصوصا ما مردم شریف تاجیکستان هوشیاری را از دست ندیم و بازیچه های دستی دیگران نشویم که این عاقبتش ضررش به سر مردم خودی ما می آید. استاد در اینجا بسیار سخنهای خوب گفتن. بعد این سخنها در اینجا سخن گفتنم مشکل است، لیکن چه علاج که ما مشکلی داریم. ما وحدت را میخواهیم، ما صلح را میخواهیم، ما ملت خود را سرجم کردن میخواهیم و ما ملک خود را آباد کردن میخواهیم. ما پایدیوار دولت تاجیکان را مستحکم کردن مقصد داریم، نه چیزی دیگری. از این لحاظ در این روزهای تاریخی همه آن گیله‌گوهای داریم، همه آن روزهایی که هست به فکر من و خوشبختانه در وقت واخرین اولین ما با داملا سید عبدالله نوری یک دیگر فهمی شد که ما گذشته را نخواستیم که ورق زنیم و فکری امروز و فردا کرده ایستادیم که چگونه با کدام راه ما مردم خود را سرجم کنیم، ملک خود را آباد کنیم. خوشبختانه مینداره خود از نام هیئتی وکیلان تاجیکستان که اینجا آمدن بیان کردنی هستند. باز یک بار دیگر به همه هیئتی ریاست حکومت امروزه با سرداری جلال المآب پروفسور برهان‌الدین ربانی گفتنی هستند که در همین مشکلات خود نگاه نکرده برای ما چنین شرایط و امکانیت ها مهیا ساختن که از خودشان سر کرده تمام هیئت حکومت، تمام مردم شریف افغانستان، تمام مخصوصا مردم مهمان نواز شهر کابل برای مهمان نوازی، برای صلح و صلاح، برای یکدیگر فهمی، برای این چاره‌بینی آماده هستند. یک بار دیگر به شما جلال المآب استاد محترم منداره شخصی ایمانه و تمام مردم تاجیکستان اون سفره که داشتیم فراموش نکنیم که شما یک شخص بزرگ، نه اینکه در خود جمهوری اسلامی افغانستان همین گونه شخص این چنین آبروی شما در جمهوری تاجیکستان نیز است و مردم ما دائما آماده هستند که شما را مهمان نوازی کنند و کوشش کنیم که نه اینکه یک راهی شیرخان بندر دیگر گذرگاه ها داشته باشد، کوشش کنیم که سرحدات ما آرام باشد، گذرگاه های خیلی زیاد داشته باشند که مردم ما با یکدیگر رفت و آمد آزاد داشته باشند. بسیاری ها خویش و اقربا هستند، بسیاری ها دوستان زیاد دارند، رابطه های اقتصادی می توانند مردم ما را باز نیز دوستی و برادری اونا را مستحکم سازند. آنچه که می خواستم امروز باز یک بار دیگر بیان کنم
آماده هستیم از روز اول تا به این روز راه دیگر نیست. اگر 10 ساله ها در تاریخ های جنگ ها اگر آموخته باشیم عاقبتش صلح است. 100 ساله ها جنگ شده باشد، 10 ساله ها جنگ شده باشد، در کلام کشور دنیا عاقبتش صلح است. لیکن خوب می شود که امروز هر یک فردی تاجیک را که ما کوشش کنیم ایمن نگاه بداریم به وطن برگردانیم، این بایگری دولت تاجیکستان حساب میکنم من. تشکر داریم.